سلام، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از آموزش‌های آنریل آکادمی. من صادق حسن‌بگی هستم. خیلی خوشحالم در خدمت شما. توی این قسمت قراره که یه دوره کوتاه از یه بازی تفنگی داشته باشیم. قبل از اینکه بخوام آموزش رو شروع کنم، یادتون نره که حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنید. اون زنگوله بغلش هم بزنید که به محض اینکه آموزش جدید اومد از دستش ندید. خب بریم سراغ آموزشمون. اول از همه این که وقتی که ادیتور آنریل رو باز میکنیم 4 و 25 و یه همچین چیزی رو میبینیم. ما قسمت گیمش انتخاب میکنیم، نکس میزنیم و بین تمام این مدل های بازی آنریل انجین ما بلنک رو انتخاب میکنیم و گزینه نکس رو میزنیم و به بقیه تنظیمات هم دست نمیزنیم. ری ترنسینگمون آف، مکسیمم کوالیتیمون فعال، کنترل دسکتاپ، نوع نمایش ادیتورمون استارتر کانتنت هم بذارید باشه. این هم روی بلوپرینت و اسمشو میذاریم من یه اسمی انتخاب کردم، شما هم هر اسمی دوست داشتید واسه پروژهتون انتخاب بکنید و کریت پراجکت رو میزنیم. خب پروژهمون باز شد. اول از همه این که ما الان هیچی تو فولدرمون نداریم جز استارتر کانتنت. ما اینجا یه نیو فولدر درست میکنیم به اسم همون پروژه‌ای که درست کردیم. میریم داخلش یه فولدر دیگه درست میکنیم به اسم بلوپرینت. یه فولدر دیگه درست میکنیم به اسم آیتمز و اینکه خب فعلا همین دوتا کافیه. ببینید من الان از قبلش توی یکی از پروژه‌های دیگه‌مون کاراکتر منکن رو با اسلحه فرست پرسون شوتر همین آنریل انجین خروجی گرفتم و میخوام اونا رو وارد کنم که الان بهتون نشون میدم که چجوری خروجی گرفتم. اولش ما گزینه ایمپورت رو میزنیم که اینا رو وارد کنیم. میریم رو دسکتاپ و یکی این که اسکی منکن و اسکی اف بیگان اوپن رو میزنیم و ایمپورت آل رو میزنیم. خب ببینید برای اینکه خروجی بگیرید چیکار باید بکنید؟ مثلا میرید توی پروژه فرست پرسون شوتر، یه دونه اینجا توی پروژهاتون که دارید میسازید، اشتباه شد، اینجا که پروژه دارید میسازید یه دونه فرست پرسون بسازید و وقتی که پروژه باز شد روی اسلحه کلیک راست بکنید، توی اسید اکشن اکسپورت رو بزنید، جاشو انتخاب بکنید و گزینه سیو رو که بزنید این تیکا رو اصلا نمیخواد دست بزنید و اکسپورت رو بزنید به همین راحتی. خب ما الان کاراکترامون رو داریم. دوباره میریم تو فولدر اصلی پروژهمون، یه فولدر دیگه درست میکنیم به اسم مپس. مپ رو باز میکنیم. توی مپ یه دونه میریم این بالا گزینه فایل نیو لول رو میزنیم و امپتی لول رو میزنیم، این باز میشه. این بالا سیو کارنت رو میزنیم، فولدر پروژهمون رو باز میکنیم و توی مپ اسم پروژهمون رو انتخاب میکنیم. و بعد از اون ما به یه مپ کوچیک و کلی برای بازی داریم. میایم توی قسمت جیومتری باکس رو میاریم و ابعادش رو میذاریم تقریبا روی 4000 ایکسش، 4000 هم وایش. خب این از این و بعد روی باکس براشمون کلیک میکنیم، یه کنترل دبلیو میزنیم، یکی از این دوتا گزینه رو، حالا من وایو میکنمش 200 و ایکس هم میکنم 4200. میام تو پرسپکتیو، میرم رو تاپ، میام عقب و میارم لبه کار و یه طرفشو با اون باکس بزرگه و باکس براشه اولمون
یکی میکنیم و این طرفش اضافه میزنه بیرون. اینو میزنیم که روتیشن شه، آلتو نگه میداریم و 90 درجه میچرخونیمش. میاریم اینو لب به لب این قرار میدیم و حالا 2 تا باکس براشامون رو انتخاب میکنیم و اینکه دوباره آلتو نگه میداریم و این دفعه 180 درجه میچرخونیم و اینا رو هم به همین شکل لبه همدیگه قرار میدیم. خب دوباره برمیگردیم تو حالت پرسپکتیو، فقط این باکس ها رو انتخاب میکنیم، اینا رو میاریم بالا که اینجوری لبه داشته باشه. میریم توی استارتر کانتنت، تو قسمت متریالز و یه متریال که حالا هر کدوم دوست داشتید میتونید انتخاب کنید. من از این برای اینجا انتخاب میکنم، نه این فکر کنم بهتره. برای دیوارم از این آجره استفاده میکنم. اینم از این و در آخر میام توی لایت و دایرکشن لایتمون رو اضافه میکنیم و یه دونم اسکای لایت اضافه میکنیم. میتونیم اینجا تو تنظیمات اسکای لایت اینو بیاریم رو گزینه دوم و اینو انتخاب بکنیم یه خورده روشن‌تر بشه و بعدش کلیک بغل بیلد رو انتخاب میکنیم، لایت کوالیتی رو میذاریم رو پروداکشن و بیلد رو میزنیم تا یه بیلد بلامون بگیره. خب بعد از اینکه بیلد گرفتیم این الان آماده است، ما دیگه مپمون کاملا آماده شده. استارتر کانتنت رو میبندیم، میریم توی بلوپرینت، یه کلیک راست میکنیم، توی قسمت این بالا فولدر انتخاب میکنیم، یه دونه به اسم کارکتر، یه فولدر دیگه به اسم انمی و یه فولدر دیگه به اسم ویجت و در آخر یه فولدر هم به اسم وپن. خب قبل از اینکه بخوایم توی این فولدر رو کاری بکنیم، اول میریم توی قسمت ادیت، پراجکت ستینگ رو میزنیم، میریم تو اینپوت و اکسیس مپینگ، برای حرکت کاراکترامون دکمه تعیین میکنیم. یه دونه اول انتخاب میکنیم، اسمشو میذاریم move up و اینجا هم یه دونه گیم پد انتخاب میکنیم و گیم پد تامبستیک وای اکسیس انتخاب میکنیم و بعدش البته این اول ضبط در میکنیم و بعدش یه دونه انتخاب دیگه میکنیم به اسم move right، اونم به همین شکل. این دفعه از ایکسش انتخاب میکنیم و یکی دیگه انتخاب میکنیم به اسم look up و این دفعه گیم پد رایت تامبستیک رو انتخاب میکنیم، وای اکسیسش رو بازی به اضافه دیگه میزنیم look right و اینم به همین شکل x اکسیس. خب حالا برای موو آپ، اینا برای تنظیمات دسته کنسولا بود. برای موو آپ این دفعه میایم برای کیبوردمون انتخاب میکنیم، رو این به اضافه 2 تا میزنیم، 2 تا اضافه میشه، یه دونه W انتخاب میکنیم، یه دونه S. اینجا S رو میکنیم -1 به خاطر اینکه S میخواد عقبی حرکت کنه، به خاطر همین ما میذاریم رو -1 که برعکس W چیز کنه، حرکت کنه. و بعد از اون میایم سراغ move right، اینم به همین شکل یه دونه D انتخاب میکنیم، یه دونه هم A انتخاب میکنیم و A رو هم به همین شکل -1 و بعد از اون هم این دوتا رو میبندیم، میایم سراغ look up، این هم 2 تا انتخاب میکنیم، یه دونه up رو انتخاب میکنیم
یه دونم داون و اینم میذاریم -1. اینجا هم به همین شکل یه دونه رایت انتخاب میکنیم، یه دونه لفت و اینم میذاریم -1. خب اینم از این تا اینجا دیگه باش کاری نداریم، میبندیمش و میریم سراغ کاراکتر. یک کلیک راست میکنیم، بلوپرینت کلاس رو انتخاب میکنیم و کاراکترمون رو انتخاب میکنیم. اسمم براش میذاریم BP کاراکتر. فولدرش رو باز میکنیم و تو قسمت مش، اینجا توی قسمت اسکلتال مش کاراکترمون انتخاب میکنیم و قسمت زی لوکیشنمون و روتیشنمون -90 انتخاب میکنیم که تو محور X باشه کاراکترمون. بعد از اون میریم توی ایونت گراف و این سه تا گزینه رو فعلا باش کاری نداریم، میبندیمشون، دیلیتشون میکنیم و اون چیزایی که واسه حرکت کاراکترمون نوشته بودیم و الان اینجا استفاده میکنیم. یکیش موو آپ بود این و یکیشم موو رایت بود. خب اینجا هم یه دونه add movement input انتخاب میکنیم و این نوار سبز و اکسیس ولیو رو به اسکیپ ولیو وصل میکنیم و اینجا دایرکشنش هم میذاریم رو عدد 1 توی محوریت Xش و یک کنترل W میزنیم که دوپلیکیت شه. اینم به همون شکل وصل میکنیم ولی اینجا اینو میکنیم 0 و اینو میکنیم 1. کامپایل رو که بزنیم، سیو رو بزنیم، برمیگردیم تو قسمت ویوپورت. برای کاراکترمون الان باید دوربین انتخاب بکنیم. اولش یه اسپرینگ آرم انتخاب میکنیم، اینو فقط از مش جداش بکنید که الان ببینید چون زیر مجموعه مش شده بود به خاطر همین اومده زیر پاش. پس من دیلیتش میکنم، دوباره انتخابش میکنم، الان اومد پشتش. ببین چون بازی ما یه بازی مثلا بازی تفنگ شوتینگ سوم شخص نیست، به خاطر همین ما به این قابلیت‌های دوربینمون کاری نداریم، چون قرار نیستش که دوربین پشت کاراکترمون بچرخه. بعد از اون اینا رو که خاموش کردیم ما میایم یه دونه حالا کامرا هم اضافه میکنیم از زیر مجموعه اسپرینگ آرم و دوباره اسپرینگ آرم رو انتخاب میکنیم، روتیشن رو انتخاب میکنیم، میاریم بالای سر کاراکترمون. بعد کامرا رو انتخاب میکنیم، یه خورده هم فاصله میدیم بهش. الان بعد از اون که این کارو کردیم میایم توی قسمت بیسیک. پلیر استیت داریم ما اینجا، پلیر استیتمون رو میاریم. پلیر استیت برای اینه که مثلا کاراکترمون دقیقاً از کجا شروع بشه. زمانی که شما پلی رو زدین کاراکتر از همون جایی شروع میشه که پلیر استیت رو قرار دادین. این جهت این فلشی هم که میبینین زاویه فلش خود کاراکتره به اون سمت. خب بعد از اینکه اینو گذاشتیم اینجا، الان ما زمانی که پلی رو بزنیم نمیتونیم از کاراکترمون استفاده کنیم. برای اینکه بتونیم از کاراکترمون استفاده کنیم اینجا کلیک راست میکنیم و دوباره بلوپرینت کلاس رو انتخاب میکنیم و گیم مود رو انتخاب میکنیم و یه BP یا GM مخفف گیم مود کاراکتر انتخاب میکنیم، بازش میکنیم و فقط تو قسمت دیفالت پاوند کلاس کاراکترمون رو انتخاب میکنیم، حالا هر اسمی که برای کاراکترتون انتخاب کردید. اینجا دوباره پراجکت ستینگ رو باز میکنیم، میریم توی قسمت مپ اند مودز. اول از همه این که مپ همون رو انتخاب میکنیم فعلا، هم برای ادیتور استارت هم برای گیم استارت و اینجا هم
گیم مود بیسمون رو میایم همون گیم مودی که خودمون درست کردیم رو استفاده میکنیم. حالا زمانی که من پلی رو بزنم کاراکترم اینجا حضور داره. خب کاراکتری رو خورده میاریم جلوتر. کاراکتر روتیشن میکنیم و میاریمش اینور، میذاریمش اینور و الان پلی که بزنیم دوربین رفتش پشتش. خب ببینید الان مسیرهای حرکتی کاراکترمون به درستی داره انجام میشه. خب این از این. حالا برمیگردیم توی ایونت گراف کاراکترمون، اینو انتخاب میکنیم، یه سی میزنیم که کامنت بیاد و اسمشو میذاریم موومنت کاراکتر. این از این. بعد از اون میایم سراغ چرخش کاراکترمون. اون لوک آپ و لوک رایتی که انتخاب درست کرده بودیم و اینجا انتخاب میکنیم. ما میخوایم یه کاری کنیم که زمانی که با فلشا، چون فلشا رو که اینجا انتخاب کرده بودیم توی قسمت اینپوت، توی این قسمت ها، یا با شوک سمت راستی دسته کنسولمون بخوایم بچرخونیمش، ما باید بیایم توی این قسمت و یه خورده سیستمش با این یکی موومنت فرق میکنه. اول از همه یه میک وکتور می نویسیم، میاد ایکسشو وصل میکنیم به لوک آپ، وایش هم وصل میکنیم به لوک رایت. بعد از اون ما یه وکتور لنگث سرچ میکنیم و بعدش از قسمت پایینی کیبوردتون گزینه‌های کوچکتر بزرگتر مساوی هستش، شما این گزینه‌ای که من انتخاب کردم رو انتخاب بکنید و اینجا توی این قسمت 25 صدم رو وارد میکنیم و برانچ رو میزنیم. حالا 25 صدم برای اینه که موقعی که کاراکترمون رو با فلش میخوایم بچرخونیمش ریز به ریز قشنگ شروع کنه به چرخیدن. و بعد از اون ما اینجا یه get controller از زیر مجموعه پان انتخاب میکنیم و نوارش رو میکشیم و یه set control rotation انتخاب میکنیم. ببین الان زمانی که من کامپایل رو زدم ارور داد به خاطر نیو روتیشن. حالا بعد اونم پر کنیم. از همین قسمت میک وکتور یه روتیشن from x وکتور انتخاب میکنیم و اینو وصل میکنیم به نیو روتیشنمون. ببین الان زمانی که بازی رو پلی بکنیم، جهت رو بچرخونیم، کاراکترمون شروع میکنه به چرخیدن. خب این تا اینجای کار. حالا جلوتر بریم میفهمیم برای چی ما این سیستم رو این سیستم رو نوشتیم. برای چیز به خاطر اینکه مثلا کاراکترمون شروع کنه به چرخیدن. اینم وصل میکنیم اینجا، یه دوبار کلیک میکنیم روی نوارمون و اینم وصل میکنیم اینجا. خب الان میدید زمانی که شروع کنیم به چرخوندن استفاده از فلشا، کاراکترمون هم شروع میکنه به چرخیدن. خب این تا اینجای کار. ببینید الان نودای کلا مجموعه بلوپرینت کاراکترمون تقریبا انجام شد و اینکه تا اینجای کار فکر میکنم کافیه، چون زمانم زیاد طولانیش نکنیم. توی قسمت بعدی
بهتون یاد میدم که هوش مصنوعی رو درست کنید و اینکه قبل از اینکه بخوایم آموزش رو تمام کنیم یادتون نره که کانال ما رو حتما سابسکرایب بکنید، اون زنگوله بغلش هم بزنید. سوالی هم داشتید تو قسمت کامنت ها میتونید بپرسید، من به همشون جواب میدم. مرسی از اینکه تا اینجای کار همراه ما بودید و تا قسمت بعدی خدا نگهدار.